نام خدا مهربان. سلامت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز. ان شاء الله که جور صحتمند باشین. دوستان عزیز خوش آمدید میگیم شما را به ویدیو امروزی از ما. ان شاء الله که تا آخر ویدیو همراه ما باشین و از دیدن از ویدیو لذت ببرین. و همچنان یک خوشخبری بنده آبخت دارم که نورالله باشه رزش این روز کابل مایا. آره دیگه شمایشون روشن. آره شما جلو. آره دوستان خوش بخیر مایا. یه زنگ زد که ما در چیز پولی خوش که منالی مایا دیگه باش که پنجک هم میره خودم برون درایش چطور. خب شما یادشون روشن دیگه که باشه رزه دیگه. مسافر از تو را خدا وقت خوش کنه وقت خوش بخیر باید مسافر نشکنم مسافر خدا بزرگ یک از روی دیگه وقت خوش بخیر نگاه کنه در کجا دنیا هسته یک از روی دیگه. معاویم کمین جده کابل بود یا نورالله مایا 3 نفر میشه خانه خالیش بخیر که که بزی بودی که خب من کدام مقدار دوسته پیش یک دیلاله نفس باشه رزه امتر زیادتر دوسته باشه رزه دیگه با وقت خوش کنه اونو رزه از مو اونو بود. خدا بسیار نازنین مامان جان من اینجا است. تشکر از مامان مزیا که سلامت باشین سلامت که حتی دوستی که میگی باشین تو میگی مخصوص روز دوشنبه سه‌شنبه مولی حتی که بیکاری بیشین دیگه چند روزاره خیلی نیست زیاد شد خانه بودی که خانوارم خانوارم که مثلا خزیرم نرده دو هفته میشه دیگه باز باشد کاربار شروع میشه از کاربار تو دار از بعد از عید نوروز بیله کار باید دیگه باشم خدا وقت شما را هم خوش کنه بیرار جان وقت خوش هستی دمی جک دیدن بخیر از من مجبوری نمو بودی حالی خیلی چکر گشتی زمدو نبود این هم دوم در پیش 4 دکتر مار بردن نه خدا میکنه دوای مثل دکتر کرامت کنه خوب شنو خدا وقت شما خوش کنه بسر مایی انشالله خوب میشه من دقیقا که حالی کم تر که دیویتی سمت کم خوب ترگی و دیدهشون تا وقتی انشالله مویدیم بازم خوب معلوم میشه تا 2-3 روز دیگر هم نتیجه خوب باتش انشالله. معلوم نیست که از دوایی نه و میتر سلفین کم کشته یا موکسین در ما خوب شده نمیده کار هم خوبتر بودم. خوب میشه بخیر خوب میشه بخیر انشالله. دوستان عزیزشون دعا کنیم برای آبی ما که آبی ما خوب شنه انشالله. دیگه دوستای گرامی داخل برنامه هم رایز ما باشین تا یک نورالله جان باید امشب بازم همینجی خانه مامایی هستیم دیگه یک زحمت در زن آمشن مقصد. خب دوستای مهربان در کنج دنیا که هستید سلامت وقت خوش کلم مگی مسافر دارم مسافران خدای بزرگ یک از روی دیگه وقت خوش بخیر در کنج دنیا که هستن نگاه کنه چی از اوتای نظمه باشد چی از جای دیگه باشد مسافران یک از روی دیگه خدا وقت خوش نگاه کنه سفرش بی خطر کنه مسافری بخیر کنه بیرار مزیارم خدا وقت خوش نگاه کنه وقت بر چایش یک دنه 900 را نوسش خدا در رویش 1000 کنه دکتر رزیم باید خدا بچه بگه مومن میجی دل بقام خاطر جمعی قیم خانی خودگون خلدی هم ده شیشته روزه هر کس بسدم خانی خود بهتر از این بعد از اون چی کار وطن میم این مالا مرده بیکاری بود کمی قصده شیشته بیننده هم در کجا است دیگه خدا وقت خوش کنه تا آخر برنامه را قد از ما باشد حاضران خدا حافظ روز خوش. آره دوستان امروز ما باشین تا آخر برنامه را تا نورالله جان باید آره خانواده بیخی خوب بود سای ما جوان ماما ماده جوان چرا مندنش بشوتا داداش جوری سلامت خوشحالی شما باشی پیش دیگه اونا خوب از یک دوخ بس دو سه خوبه چطوری دیگه جوان خوب؟ خیرت بخیر اوقات خوش خیرت نه خانه خیرتی بود آتیت از یا
دختر زمانی دیگه خانواده لال خیر و بخیر خوب بود جور باشید آبای جمعه تو جلوی اینو باشه تا مادک بخیر خوبی جمعه جمعه سلامتی و خیری شکری خانواده خوب بودن بخیر خوب بود کلی سلام گفتن شما علیکم سلام سارای وقت خوش بخیر رسیدید شکری خیر خواستیم به خاطر بچه رضا دوستا به خاطر چیز ازی بسیار خوش آمده خیر مقدم مغزنم دیگه رسیدنشون به کابل بخیر بازم به خاطر درس هم دیگه انشالله ره آره دیگه عجب به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام خدمت همه شما دوستان عزیز انشالله که خوب و خوش و سر حال باشید دوستان میخوام که در جریانین امروز ما تازه از خانه آمدیم کابل دیگه از مو درسای من 2 روز میشه که شروع شده از خاطر درسا آمدیم کابل دیگه بازم خدا شکر میگیم که با جان جوری وقت خوشی دوباره آبه خزار مامای خو همگیر مینگیرنم شکر بخیرم ده خانواده آهلگی همگی خوب بود خدا شکر بخیر خوب بود تو در راه آسیا دازار نشتی اونجا در مچه نه بخیر مادی همین روزه را میتر تا خوبی نمیگیم تا خیخ شد تو که امروز آنده پرسان رایب نیاد که بازی بگه روزه داره یا نه نه امروز از ما خوب سر مسافریه دیگه روزه نمیشه خب بگیم چای کنه نه چطور بچه ها دیگه والله خدا شکر منتجوره بخیری تو یک هفته از من وقت دارم ده کمک سفید شده جلوش دو نه یه سفید داد بازمی کمک ما تازه از منطقه بدیم که میخوام دیگر خیلی نه آره کمی نه خوبی بازم تو خودتون نگاه که سیاه نشده راستی؟ جلوی مادر خود چطور بوده؟ مردم چی؟ خدا شکر بخیر خوب بود برف چی اندازه؟ برف که دمی سرنا برف خیلی زیاد شده تقریبا 43 سانتی بود دیگه بعد از اون یک برف ما را گرد خواهم کتاک برف قدر زدد خوب بر جارو دیگه برف را دیگه تو اماد مو تنها من دادیم و موتر جارو کردی دیگه نه از هم شما که یک دفعه کنه کلیسیه سن در مارستو که ما زنگ زدم 60 سان گفتک سرحشون برای نه؟ کمرک همون 43 سانتی بود 43 سان خیلی برف خوب شد تایزش چطور بود؟ والا خدا شکر خوب بود خانه والا مینا چطور بود اول فصل؟ آره بخیر خوب بود سلام زیاد گفتم علیکم سلام زیله را زیله کدری زیاد بود استاد برف جلو کمر درد نشد شده دیگه او اینت بود شب زود تر برف بود بلیش خوش برف بود پارور که میگرفتی جارم کردی او زخت بند میشد نه؟ بند میشد خیلی سنگین بود گران بود وز یک دور گردون چقدر آزویش درد دیگه دور کمرش درد دور در رو قدر سنگین پیش بس دوباره خیسته؟ باشه تا شکر بخیر مادی دیگه آره جور باشه سلامت درام را خزیت نشدی؟ نه مقصد درا روزه خورده نشد دیگه نان خورده نشد نه خورده نمیتونی تو گیرم کت داشتی آره مجبور بودی دیگه خیر اینجا خانه ماما اینان خوب شکم رو کنی آره جای شرم نیه دیگه آره دوستا تشکر از شما که لازم رزمو بودین دیگه همچنین تشکر از مامای مزیا از مهمان نوازیشی دیگه تا آخر برنامه هم رزمو باشین امشب مش مامای مزیا خیلی پختای چیز بسیار خوب پختن بر سر ما مخشی دیگه فقط بگره بگره پختن خبر ندارم که بگره چیز خیلی رقم هست ما گوک مو کشکا مو بگره آجایی اینجا کس آشرک میگه آشرک که چه قسمی هست تا اونم خوبش نکن بخیر دم خیاس چی بگره آجایی نباشد یک زمان هم نزو آشرک کردن دیگه لا سرشتر بیفتن دیگه آشرک کردن شما آشرک هم هست دوستا دست زیاد درد بخاطر اینکه خنجر زیاده شما بازی دبوری واسه بخاطر دکاو نه آشک بسیار خوب غذای عندي پروفشنال بگیم همونتی غذای معروف افغانستانه نه آره دیگه تشکرش مامای سلامت باشید آره دیگه امشب هم خانه مامای مزیا هستیم میمانی نورلا جان همون تازه از منطقه هم ده و دیگه خانه مامای مزیا هم خوب آشک بگیم شو وقت افطاری آره وقت افطاری مسته و آشک هم که ده دیگه نمی افطاری و نان بخی یک جای مخیم دیگه جایش دوستا خالی هم خوبه نه بسیار خوش آمدین
خوش باشیم مامایی سلامت باشیم. که اصل دیگه اگر که خوش مایا نما یک خوبه از که اصل دیگه اینیه دیگه. نه خیلی خود دستم در نکنه سلامت باشین زنده باشین. بیننده شما مدرک نهایتاً در هر جایی که است صحیح و سلامت باشه. بازمی مسئله وطنی دیگه این افغانستان. نه بخی سیمی سیگن دوستای خوب واشک کده. چی هم واشکی؟ هترین جان چطوری تو؟ دکتر تو چطوری؟ جان جورا قبول باشد. خیره افطار کن بخیره. فنین جان تو چطوری؟ بخیر صحت خوبه. قبول باشد افطار کن انشالله. تو بلدی خوش بردی؟ ما ساشا خوش ندارم بسیم آشی یک از از این نموشد هترین جان؟ ما ایز نمخون تی چیز میگی دوستا هر کس گه بزیر فامیل دک دوستا بالا دیگه اره یک چک بگی آبایی تو چطور میده خود روزا امروز؟ خوبه شکریم شما خوبه پیش گشتون که در رای لاله خفتتی اره دیگه شکری این نگاه لاله مسی آشک کدن آشک بخوشک ما میانش ممکن دست بسیار ترس نکنه اره ازان مگه خوراک ازان اینی آشک خوبه دست دوستانی شار بازار دوری اونجا سوزی تر کم یافته ما تنین جمعتم خوب سوزی میدن خوش برو تشکر از شما بخیر زحمت کشید بگوی روزه نشتن بگیرید تشکر از خانواده مامای مزیا تشکر از پذیرایشی تشکر از شما خوشم دید کم دید برای ما روزه خوش باشید داشتیم درد نکته باید بزن شما باید زن مامای باید سگین دوستا چی ترشی هم قشنگ جور کده یه را نکته نمونه که دکتر خودش فکر کنم جور کده نه دکتر؟ اره البته مثلا همسایه خواستم اره دیگه خیلی هم ترشی خوشمزه زمگی اترین؟ جوب نده نسه بیارم شما که از رویش مختی از تبتمش مختی از میخوشید بخته دیگه تشکر شما تایل از امروز ما بودین تشکر از صبر از لمنجی شما انشالله که از دیدن از ویدیو لذت برده باشین و انشالله تشکری دوباره منم در آخر برنامه از خانواده مامای مزیا از مهمان نوازی از تدارکات دیگر باشفهی بسیار خوشمزه تهیه کردیم شما از مامای مزیا در نکنه خیلی تشکر شما تشکر شما یا خوارزگول کسایی که ما را از پرده تلفن میگیرن سلام علیکم تقدیم میکنم خدا کنه که جور سالم باشیم دیگه خوارز خیرهای ما خوار که این تشکیل ها رو خوش آمدید میگیم دیگه که به خاطر مرضی خدا کنه که ما که انشالله صحت یاب شونه و تا جایی هم که ما که چند دکتر برده در ظاهر شید از خدا تا جایی که یک اندازه دیگه خوب شده دیگه خدا کنه که خودتر شنه و مخاط که به جان جوری و خوشی پروی بچه های خوب باره از نصیبون خوب بارم دیگه فضل خدا خوب دیگه این بگم که نورالله جان رنده اینجا تقالوی با هر نان بخورده هم زیادتر خوشحال شدم سه آرزو دارم که کدام روز خدا باشد که ما زودتر باید ما به محمد خوارم از پاکستان باید همینجی یک چای بیشی یک چای بخی یا زودتر شما تو باید آبی محمد باید ما زیادتر خوشحال میشم قربان منظور رقم روز را بخیر یک چای دوشتن بیشی اون روزم فراهم شد بخیر قطعی بیشی یک چای که گفتیم که آبی محمد خیلی دیر میشه که محمد نهایتاً دیر میشه که در نزدیک هم دیگر دیدن نگده همون قبلیت کاملا بجایی که نهایتاً آبی محمد هم که نمونه من کم پیر شدم نشست میکردیم رفت نهایتاً نجل دامنگیر شما رو جایی گیم نموده خدا که نگاه کردن بچه‌های که سالان نگاه کرد دوستای گرامی تشکر شما که تا این لحظه هم از ما بودیم میگم وقتی برنامه های شما نمیری
خدایا نگهدارشون باشه. هم یک دن انگلیسی که یاد دارم همین دیگ نماز برادر. بای 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 بای.